خوش اومدید پارت دوم ترن موبایل. حاجی ما توی بازی که بودیم 4 تا کار کردیم که متاسفانه ویدیو ضبط نشد و کل من فقط صدا ضبط شد، یعنی تصویر ضبط نشد. که ما با این باسپاتی جنگی کردیم و باهاش تونستیم چند تا آیتم به دست بیاریم. یه هفتی رو تو همون جایی که باسپات سوم اسپام میکنیم، یه هفتی رو 2 تا نیزه که 2 تا نیزه رو فروختن و از اون طرف یه دونه چستا رو مرتب کردیم. یه گابلینی از سمت اون جانگله پیدا کردیم، نجاتش دادیم که بهمون 2 تا آیتم خیلی مهم میده. من فعلا میذارم اینجا رو ببندم دیگه. من سمت اون بالونی که قبلا بودم یه دونه جا درست کردم، میتونم راحت با باس فایت بدم که الان بهتون تکون نشون میدم. خیلی خب، ما اینجا یه جای درست کردیم میتونیم با باس فایت بدیم. میتونیم ببینید قشنگ اینجا که یه جای درست کردم که میتونم با باس فایت بدم، ولی هنوز ضعیفم. پس ما باید 3 تا کار انجام بدیم. اول باید یه خود اکسپلور گردی کنیم و قارا رو بگردیم. دوم باید یه خونه مال ام پی سی ها درست کنیم. سوم هم که باید 2 تا باس فایت هست که من یکی باس فایت ها که این باس فایت سومی که باید بزنم. باس فایت اولو من جا انداختم، نمی‌دونم باس فایت اول یه ژله نمیدونم متحرک نمیدونم ملکه ژله است چی یه همچین چیزی، اسلایمه، ملکه اسلایم رو باید بزنیم و خلاصه بزن بریم. اولین این آیتم، یکی از آیتم مهم همین کفش است که باش در ادامه کار باش آشنا میشیم که این اورمورا هرچی دارم واسه آیتم دوم خودمون گرونتره. این از نمیتونم با این پولایی که دارم بخرم، با گرونتره. حاجی میگم یه کاری کنم، برم الان که چیزه بهم داره حمله میشه، اتک میزنن، این مابای زیاد دارن اسپام میشن، یه فایتی بدم بلکه پولش در بیاد. دومی هم این آیتم کوزه مانندی که ساختم بهم کمک میذاره باش معجون بسازم. وقتی این روی این سطح کرافتمونه، وقتی میذارم روی کرافتمون میتونم باش آیتمای خفنی بسازم. خیلی خوب، این خوکه هم که قلکه دیگه، چیز میذارم توش. من پولامو میذارم این تو که اگه مردم اینا رو همه رو بدم. آره، من هر وقت که چیز میکنم پولامو میذارم، میام بالا پولامو میذارم تو این قلکه که اگه مردم پولام نپره دیگه. اوکی خیلی خوب، هر چی پولش در نمیاد اینجوری حاجی. اینم بدیم، اینم در نمیاد، بریم همون کار کنیم. نه در نمیاد حاجی، بزن بریم همه رو از شتک کنیم. خیلی خوب، بزن اینو بردارم. حالا گفت اون کفشه به چه دردی میخورد حاجی. اون کفشه الان بهتون نشون میدم. بکنم در حالت عادی اخوام بپرم یه پرش آروم میذاره، ولی با این موشک میرم رو هوا. واسه همین خیلی من راحت تر میتونم از جا برم بالاتر. خیلی کار راحت میکنه و مانور پذیری هم بیشتر میکنه، راحت تر میتونم مانور بدم. مثلا با باس فایت مثلا دیگه میتونم بپرم از روشون. خیلی خوب، دومین آیتم خیلی مهمه، میتونم بگیریم. سریع بهتون بگم به چه در میخورد و بریم سراغ قارگردی. و اول برم به نظرم باس فایت ها رو بزنم، یه قارگردی ریز میکنم، بعد باس فایت ها رو یه قارگردی ریزی هم میکنم دوباره. فکر کنم نمیدونم یه کاری میکنم دیگه. خدایی وقتی اومدم بازشان نمیدونستم خب چیکار کنم، همینجوره کار اضافه میشه. 3:28 AM. خیلی خوب، این ریدم فکر کنم تموم شد. کلا چقدر داد؟ من 2 تا سکه طلا بیشتر نشد حاجی. اینا هم کشتیم 2 تا سکه طلا مشی. میتونیم بسازیم. حالا 4 تا هم چتفرتی بهمون داد، اگه بتونیم بسازیم خیلی خوب میشه. امیدوارم بذاره بسازم، ولی نظر بسازم عصبی میشه. همینجا ویدیو قطع. خیلی خوب، پولامو بردارم بزنم جایش. شبیه چیز برقه، این روپوش برقه 11ام. خیلی خوب،
هم اینا شنیده بودم که یکی از رفیقم شنیده بودم که میتونی اینا رو چی میگن، هر کدوم اینا آیتما رو مثلا با قیمت متفاوت میخره. مثلا یکی آیتما رو مثلا با کمتر میخره، یکی بیشتر میخره، که نمیدونم اینا ترتیبش چجوریه، مثلا اینا چیا بیشتر میخرن، نمیدونم واسه چی بیشتر پول میدن هر کدوم از این چیزا که باید بفهمن اینا. خدایی دوره سخت میشه. هم اینجا انقدر جا گرفتن این NPC ها که من سریع باید این خونه رو بسازم، چون کلی آیتم میخوام اضافه کنم. اینا که اصلا نمیتونم. اوه خیلی خوب. بریم یه قارگردی، یا اون بایوم سرمایه رو نرفتیم قارشو بگردیم، قارمون بایوم هم بگردیم، بایوم برفیه رو بریم یه دوری بزنیم. این کپشن خیلی خوب شد، راحت تر دارم. مثلا میخواستم پیاده برم، من کلی باید راه میرفتم، ولی با این کپشه یه فری سریع میخورم میرم برم. اگه اینجا که اون بسته قار نداری اینجا بالا دیگه. هنوز باش عادت نکردم به این کفشه، خود باید باش عادت کنم. این کلاه خدایی خیلی خوبه، یعنی من بهتون توصیه میکنم اول بازی این کلاه رو بسازید. اگه تونستی بگیرید از این کفشا حتما این کلاه رو بسازید. یعنی تو قارگردی بهترین آیتمیه که میتونید داشته باشید. راحت میتونید باش قار رو مان کنید. میتونید با چیزش گردنبندش هم درست کنید، همین چراغ گردنبندش هم هست که میندازید دور گردنتون، لازم نیست اونم چیز کنید، ولی جو چیزتون که من این کارم رو میندازه زیاد فعلا نیاز به چیز ندارم، نور ندارم. خیلی خوب اینو باز کنم. و یه 2 تا دیگه از این قلب پیدا کنم این 2 ردیف هم پر میشه. نیفتم دمیج بخورم به گروه استک بریم. چقدر اینجا چیز از این کریستال میرستاره یاقوت و اینا داره اینجا. خیلی خوب. اون بالا هم هست، 2 تا اون بالا جا. آره برو خیلی سخته اصلا با موبایل، خیلی سخته با این کپشه. اوکی 2 تای اینم بشون تیر. خداشو از اسلایم کلی نوع مختلف. اصلا قورت‌ترین اسلایم همون اسلایم زهردار است و خیلی تخمیه. جدام خفه میشم برو در بس بفهم. یه دونه دیگه یه دونه دیگه پیدا کنم از قلبا کار در اومده. ستاره شدی اینو ترکون. یه قلب دیگه پیدا کنم 2 ردیف قلبم پر میشه. زامبی جدیدن دمیجشون خیلی بدتر اون زامبی معمولی هست. او اینو چی پولش در اومد. برگرد بالا اینا رو بکن. برمیگردم بالا دیگه اکسپلور گردی نمیکنم. الان بیفتم بمیرم. او اینجا رو اینجا چیه؟ الان گفتم میخوام برگردم بالا.
کجا عنکبوت با اون عنکبوت اونی که با فرق دارین. خوبه اونقدر دمیجی نمیدم حاجی. پول یه فکر بیزینسی خوب زد بس کلی خب سلاطین حاجی. بذار ببینم این عنکبوتا چی دراپ میکنن. بذار ببینم اینجا خیلی خوبه بچه‌ها. میتونید ببینید که مثلا اینجا چیا دراپ میکنن، هر ماب چه چیزی دراپ میکنه. 20% حاجی میگفتم به جون اینا. جون داداش همه اینا این دوتا کنن هر کی تون بای میکنن اینا اسپام میکنه. خیلی خوب اینا بیفتیم به جون اون عنکبوتای حلزونه. چند تا میتونید دراپ، یه دونه میتونید ازش دراپ کنید. درافش هم کمه. خب حاجی برگردیم ها. آره خیلی خوب. الان میتونم بخرم 13 تا بود دیگه. 13 بود. آخه چی بگم به مادر بگیرونش کنی. 2 دقیقه رفتم ها حاجی. یه ریسکی میکنم این تفنگر میدم بره. چیه ندارم بفروشم، مجبورم این کار کنم. بذار اینا رو بدم، اگه با این پولش در بیاد که اوکی، اگه نشد باید تفنگر بدم بده. اینا هم بده. اوکی هرچی داشتم نداشتم فروختم دیگه. هیچی ندارم دیگه. اینم تنم صندلی هم بدیم. یک صندلی مالی همینجا اوکی. حاجی وای این تاره عنکبوت رو همه رو دادم. می‌خواستم چیز کنم، تعدیل پارچه‌اش کنم. بیخواد از آیتمایی که نیاز دارم رو بسازیم. ببینم میتونم بسازم. خیلی از آیتم این چرخ نخریسیه که اولین آیتمی که ما الان نیاز داریم اون نیست. همین این آیتم رو باید بسازیم. اولین آیتمی که نیاز دارم همینه. دونه دونه همین آیتم رو میسازیم. اوکی کنیم آیتم ماشو. باید بریم خونه رو بسازیم و اول باس فایت ها رو بزنیم، بعدش بریم خونه رو بسازیم و تو چه اینا رو چند میخری؟ اوکی راجع پولش در اومد دیگه. همه بریم دوباره گرون کرده باشه خودی میکشم. میگه نه خریدمش. حالا این آیتم به نظرم چیه؟ این آیتم بچه‌ها بهمون کمک میکنه که مثلا بذار به تو طرز مثال توضیح بدم. این دوتا آیتم رو میبینی؟ این دوتا کپشات دوتا جا گرفتن. بعد ما میتونیم اینو ترکیب کنیم. واسه ترکیب کردنش به اون کتابخونه کوچیک نیاز داریم. با کتابخونه دیگه هم نمیشه، فقط همین کتابخونه میشه. که من حتی که جلوی اینجا هم وایسم اینو بهم نمیده. با حتما وایسم جلوی این تا بتونم چیز کنم. نمیتونم اونو بسازم تا بیام اینجا که بتونم بسازمش. خیلی خوب اینم از این کفشش. حالا هر دوشو داره، هم اسپید داره هم قابلیت پرواز کردن داره. دومی اینه حاجی. آیتم میدم آیتمشو بعد کجا میگم. اون سوم آیتمشو حتی همون جنگله باید بگیم که این یارو گابلینر پیدا کردیم. بزن بریم. بقیه چیا میفروشن؟ با بقیه میتونم چیا درست کنم؟ نه هر کی باید این هنوز پاشو پیدا نکردم. خب ولی این یکی هم که با این میتونم موبایل رو درست کنم که کلا همه موقعیت مکانی و همه چیو میتونم درست کنم. یکی از آیتماشه. کلا اینو از اینا هیچ کدوم نمیتونم الان ترکیب کنم. همه رو بزنیم سر جاش. اوکی حاجی
بزن بریم دیگه. بزن بریم یه قارگردی مشتی بریم. مشتی هرچی بتونیم، ارمور هرچی بتونیم جمع کنیم. خیلی خوب. آیتمان همه رو برداشتیم. پشت ماشین هم اوکیه. بپیچیم به قضیه. بپیچ به قضیه. از اینجا برم مثلا این قار قدیمی رو بریم یه خود بگنیم. قاره خوده برکت توش زیاد بود. Day 2. خیلی خوب. این قاره هم که هیچی نداشت، یه گیری توش نداشت. بریم سمت همون جنگله ببینیم میتونیم ازش چیزی بتونیم. اوه حاجی اینا یه چیز جدید پیدا کردیم برای بکس. یه درخت که توش اوه دریدم. بگر بالا برو بالا. کوزار که بکنم یه پوشن داد بکنم. هیچ گفتم الان یه چیز خوب میدن. اینجا هم یه در دیگه. او چست داره. اوه اینو حاجی این چیه؟ حیوان خونگی حاجی. پشمام حیوان خونگی دار شده حاجی. این هم راستی از اون تو اون بایومه پیدا کردم. یه چیز نمیدونم دقیقا چی هلوه فکر کنم. او پوشن یه نیزه که به درد نمیخوره. پوشنه رو هستم به جز پوشنش بقیش چیز چرت بده. خوبه اورمون هم جور شده کنم بتونیم چیزمونو بسازیم. آیتم ها رو بسازیم. بریم کلا اینجا رو درسته بگردیم. چه؟ تو در تویه پشما. اوه یه در دیگه. چست دیگه نداریم. اوه یه چست اینجا هست. خب این کتابه چیه؟ یه کتاب بهم داد. پوشن و یه سری پوشن و هم شیشه خالی و باقی چرت بود. اینجا هم که چیزش اسپان نشده. چست نداشته. خیلی خوب بزن بریم بالا. تموم شد. قار نیست. دست خوبیسته. بایوم صحرا پیدا کرد. اوکی دوباره یه از اون بایوما که اون برداریم. او چستش چیه تو چست؟ یه آیتم.
تهش دوستان من تهش به کجا میرسه خودی. اوکی رسیدیم به یه بایوم دریاه. اونورش کجا بوده؟ چجوری داریم میرم اینجا عمیق و عمیق‌تر. چند سریع ای چیزی نداشت سریع میرم بالا چیز میکنم سریع میپرم اون. خب یه چست سریع داشت بود هر چی داره بالا اصلا نمیدونم چی داره برو. اوکی زنده موندیم. خب نکه یه نیزه 14 تا دمیج میده که هم شمشیر هم بیشتر میده. باقیش بذار این کتابه که نمیدونم به چه درد میخوره. یه بچه میدونم بگی چه درد میخوره. یه دونه از همین چیز معمولی ها داره. خیلی خوب حاجی بریم بزنیم دیگه باس فایتو. بریم سراغ باس فایت. آیتم هایی که نیاز داریم خب پوشن هیل میخوایم. پوشن هیل همون که داریم بندازه که این کتاب هم بده بعد میبینی به چی درد میخوره. دو تا روش داره واسه اسمان این باس فایت. یکی از روشاش که بریم داخل بهتون نشون میدم. روش اول اینه که شما بیاین پایین برید اونجایی که خیلی یه فضای باز داره که از برم توش. اوکی خیلی این چست هم چیزای مهمی هستن. این شبیه چست میمونه ولی چست نیستن. میتونی باشون که الان بهتون میگم. بذار درست کنیم همه چی رو بهتون. خب وقتی به یه جای باز که میرسید اینجا حالت شیار میشه میره تو. خب یه چیز شبیه قلب هست. وقتی قصه تا از اون قلب رو میزنی میتونی باس فایت رو اسپان کنی. خب یکی دیگهش اینه که یه سری متریالایی که تو همین بایوم پیدا میشن میتونید وردارید با این چستایی که اینجا میبینید. اینا یه جور کرفته که میتونید اون باس فایت و عروسکش اون حالا نمیدونم بهش چی میگن اونو میتونید بسازید که من اینا رو بردارم حاجی همش ازشون میافتم. کلا من تو گوشی بهتون پیشنهاد نمیکنم این چیزا رو با این پلنکا درست کنید چون یهو یه دست بهم بخوره پایین سریع میافتید پایین. بعد من یه بار هست سر همین که بستم افتادم مردم. داشتم میزدمش یه ذره مونده بود این نمیافتادم پایین تموم شد. ولی خوب شد اینجوری با هم میزنیمش. یه حکمتی توش بود سلطان. ای بابا این انگودا تموم ندارم. بابا بمیر دیگه داداش. از ساخورتن تا از عنکبوتا نیست. دمیج بدی هم آخه میدن در یوسو نصف قبل میبرن. ولی خوبه با طرح با اصل با این شمشیر میزنن پرت بشن عقب. خیلی خوب با این پلنک کنیم. همه پلنک ها رو تبدیل به چوب کنیم. او کم داریم آجی بریم بالا برگردیم. نمیتونم تو بکنم معنیش بایی بابا شما کنیم برم بزن اونو بزنیم بریم بالا. هم بذار توضیح دم نکن یعنی یه دقیقه بیفتی پایین یه بمیر دیگه دقیقه کرمه رو بزنم. خیلی عزیزم این قلبایی که میبینید 3 تا از اینا رو بتر کنید میتونید باس فایت اسپان کنید. یه روش دیگه هم که دستی اسپانش کنید بسازیدش که من الان از دستی اسپانش کنم. اینم بهتون نشونم چجوری باید بتر کنید. شما که اولش میاد هیچی نداری یعنی هیچ آیتمی ندارید چیکار میکنید؟ تیم بهترینش هم دینامیته یا این بمبای گرد اسمش رو نمیدونم چیه. با بمب بزنی زیرش بتره که بعد با
این اسم خوبی داشت. با این چکشش پتکش میتونید هم با پتکش بهتر کنی قلبا رو، هم با همون بمبو بندازی توش بهتر کنی. کلا هر کدوم که راحت تری. خیلی خوب. اینا بنداز. یه دونه دیگه بندازی تو تموم. یک دانه دیگه فقط. خب یه نبنده دیگه. ای بابا این افتادیم با خون باید. بذار باید جاشو درست کنم. بذار همین بلاک حسابه کنیم. اجازه خود باز کنم. جاشو انداختم توش. افتاد انداختم توش دیگه. نه افتاد دستم. اوه یه عنکبوت خیلی رو مخم. آی دهنتو سرویس. بنداز توش. بودو بیرون. خیلی خوب. پوتکمو نیاوردم نه. اینجا رو ببند. خیلی میرفت پایین. زیاده باز. اوکی. بترک. خیلی خوب. چی داد بهم؟ این چی؟ اوه ابر. اوه ابر دمیج میداد جی. بارون اسیدیه. یه حیوان خونگی دیگه داد. یه چیزی شبیه ترپ میمونه بیشتر. خب بده دیگه داداش. اینو با از همین استفاده کنم. آها بندا فرار کن. یه دست ترسیدم فکر کنم الان گیر میکنم. اینم بهتره کنم. TNT هم توی بنداز. بابا دهنتو سرویس. تو اینجا هم اذیت میکنی. بنداز. من دیگه نگفتم. اوکی بپر پایین. اوه گردنبند داد. تو چیه گردنبند چیه؟ اوه هجی این چیز خوبی. این آیتم خوبی نظر میاد. نمیدونم بدش درد میخوره. افهمیدم چیه. برای همجور بپوشیم. اوکی هرچی هست داره کمک چیزم داره سریعتر پر میشه. میخوام به خاطر همینه. دمش میخورم یه افکت میندازه رو منگار. نکنه یه افکتی میفته یه روم 3 ثانیه یه افکت 3 ثانیه میندازه رو. این حیوان هم خوبه خدایی. دمیج بعد دمیج زیاد قوی نیست ولی خوبه. این هلو اصلا هیچ کار نمیکنه. اوکی برگشتیم بالا. رفقای گل آیتم های یه سری آیتم نیاز داریم که باید راه دومی که میتونیم این باس بازی باید یه بلاد اسپاین بلود اسپاین یا بلاد اسپاین هم چیزی باید بسازیم که به این آیتم این قارچا نیاز دارم. چیزم که داریم فقط این قارچا این خود رو باید جمع کنیم که زیاد ندارم. بذار بسازم با همین میشه ساخاره 5 تا. بعد چند تا بسازم؟ کلا چقدر میخوایم سایتماش؟ واسه ساختش 15 تا 30 تا هم از این کیسه ها 15 تا هم از این در و جیگر این حیوونا.
این عنکبوته و اون یارو حلزونه و اون یارو چشم داره اسمشو نمیدونم. ببین چیزشو دارم، اون دلروده اونا زیاد دارم ولی چیز ندارم، قارچ اون بایومر زیاد ندارم. من قارچ هم کنم. ببین حاجی سمت اونجا کن. اوه راستی چی یادم رفت، خواستم اون آیتما رو درست کنم. حاجی برگردیم یه برگشتی یه چیزی یادم رفت، خواستم این کار رو بکنیم بعد بریم. با ساخت اون آیتمایی که میخوام بذارت که اول باید چوب داریم. خب اینو اینجا میشه یا اینو بسازیم. خب دومین چیزی که باید بسازم همه آیتمایی میخوام. اینو واسه بیلد میخوام، میتونم باشه یه سری چوب سنگا رو حالت میده و یه سری چیز میذاری میسازی که واقعا بهش احتیاج پیدا میکنیم. خیلی خوب. خیلی خوب، به اندازه کافی بکنم جمع کردم. من میکنم 10-15 تا بیشتر احتیاج ندارم. من رو بده یه چند تا از این چوبا بکنم. میخوام این چوبا رو ببینم چه بلاکش چه شکلیه خدایی. Hours later. برگشت ساختش بکنه اندازه بشه. خب اندازه است 35 50 تا میخواستی 30 تا میخواستیه. بریم سمت دوباره سمت همونجا. خیلی خب بریم تو اون قاره. خب بریم تو این قاره تا بهتون بگم. نکن حتما هم باید تو این کرفت این آیتما که شبیه چسته که تو این قاره حتما هم باید قبل هارد مود فقط میتونه ما این اسپانر این باس فایتر فقط میتونید تو اینجا درست کنید، جای دیگه نمیتونید درستش کنید. کندم نمیشه. من تا رو سعی کردم بکنم ولی کنده نشده. با چکش هم بزنید کلا نابود میشه، کنده نمیشه. خیلی اینجا رو اول بکشم. بمیر دیگه دیوستاس اصاب خود کنه یه دارم میکشم. یعنی اصاب خود کن در این بخش این بازی همینه. داری مثلا یه کاری میکنی، داری یه خونه یه چیزی میسازی، یهو میاد میذاره تو پست یهو پرت میشی پایین. بیا دوباره اومد. برو ببندم. خوبه اینجا همشه دارم زیر اسپام میشه. یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا بذاریم، اینم میذارم اینجا که این جادومون اینم سری پر شد. حالا داره اینا اسپام میشه. خب بزن اون طرفش هم بکشیم. یه رسته. اوکی اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا بزن. جاش بکنم اوکی. اینا هم بخوریم. تو هم اسپام میکنم. یه دونه بپن اون ابرم بزن اون بالا. اینجا بزن اینجا. خیلی خوب. این هم از خداشو به من دمیج نمیده. بیا اینجا بینم بچه سال. توی نباشه توی نمیکنم. نکن یه مغزه چون اون چیز آویزونه از زیر مغزش اصون فقراته. مطمئن ایشالله که اصون فقرات باشه. الهی که من
واقعا اون چی آویزونه ازش؟ what the fuck؟ خیلی خوب، بریم زرهش هم درست کنیم. اینو یه بار زدیم، کفش چیزش رو درست کردیم، زرهش رو درست نکردیم. زرهش رو میخوام، کلنگش رو میخوام. کلنگ همه چیزشو میگیرم دیگه، کنم تبر رو همه چی میگیرم. اول زره اوکی شد. کلنگ، این یارو چکشش، این گرزش، تبرش، این یارو از چیشو ساختم دیگه. اگه از این ویدیو خوشت اومد ما رو دنبال کن، بهمون انرژی میده. خدافظ.